تاکسی نامه نوشته محسن قاسمی از جزیره کیش. این داستان مسابقه تلفنی رادیو صبا. ساعت حدودای 10 صبح بود که خانومی مسافرم شد. در جلو رو باز کرد، سوار شد و گفت لطفاً منو ببرید یه بازار خوب و ارزون. ببخشید ما تو کیش همچی بازاری نداریم. یعنی شما تو کیش بازار خوب ندارین؟ البته که داریم. پس ببینید اینجا یا بازار خوب باید برید یا بازار ارزون، هر دوتاشو با هم نداریم. خیلی خوب، برید یه بازار خوب. تا چشم گفتم تلفن همراهش زنگ خورد. اونم گوشی رو روی بلندگو گذاشت و گفت بله بفرمایید. سلام، از رادیو صبا مسابقه تلفنی با شما تماس میگیرم. شما خانم خورسند هستید؟ بله خودم هستم. شما برای شرکت در مسابقه تلفنی ثبت نام کرده بودید؟ آره من یه ماه پیش نام نویسی کرده بودم. بسیار خوب، الان آماده هستید شما رو به استودیو وصل کنم؟ الان؟ بله دیگه. باشه اشکالی نداره، من آمادم. خب ببینم اونجا کسی هست به شما کمک فکری کنه؟ کمک؟ نه خودم تنها هستم. بسیار خوب، آماده باشید الان شما رو به استودیو وصل میکنم. در همین فاصله خانم به من گفت بی زحمت رادیو رو بذارین رو موج رادیو صبا، زود باشین. منم فوراً رادیو صبا رو گرفتم. الان آماده هست؟ آره آماده. سلام میکنم به خانم خورسند که همکنون روی خط ارتباطی ما قرار گرفتن. حالتون چطوره؟ ممنون خوبم. لطفاً به طور کامل خودتون رو معرفی کنید تا شنوندگان رادیو صبا هم با شما آشنا بشن. من بله من فرناز خورسند از تهران، مجرد، لیسانس حسابداری، جایزه‌ام هم کامله و اینکه ممنونم، تا همینجا کافیه، لطفاً ادامه ندید. خب با روال مسابقه که آشنا هستید؟ تا حدودی. ببینید خیلی ساده است. ما 5 تا سوال از شما میپرسیم، هر سوال 100,000 تومان جایزه داره اگه درست جواب بدید. آماده اید؟ آره آمادم. اولین سوال، بفرمایید اسم رئیس جمهور روسیه چیه؟ رئیس جمهور روسیه نگاهی به من کرد و با اشاره دست به این فهمون که جواب چی میشه. منم با حرکت دهان طوری که صدای من شنیده نشه گفتم ولادیمیر پوتین. خانم مسافر که لبخونیش دست کمی از آشپزی من نداشت با حرکت دهان گفت چی؟ ویلای میرچیچی؟ موشی که سکوت خانم دید گفت خانم خورسند هنوز پشت خطین؟ بله هستم. و بعد با اشاره دست من میخواست دوباره تکرار کنم. منم برای اینکه اونو بهتر متوجه منظورم کنم همونطور که با حرکت لب تکرار میکردم با اشاره به کفشم گفتم ولادیمیر پوتین. خانمم که احساس کرد وقتش تموم شده گفت ویلای میرکوتین. متاسفم خانم، جواب ولادیمیر پوتین. خانم مسافر که 100,000 تومان رو از دست رفته دید اخماشو تو هم کشید و زیر لب چیزی گفت که من متوجه نشدم. خانم خورسند آماده اید برای دومین سوال؟ بله. بفرمایید شکل جغرافیایی ایتالیا شبیه چه چیزی هست؟ خانم دوباره با زبان بی زبانی حتما پرسید شبیه چیه؟ منم دوباره با حرکت دهان گفتم چکمه و برای اینکه بهتر متوجه بشه اشاره کردم به کفشم. خانمم گفت شکل پوتینه. مشری خیلی خودشو کنترل کرد که نخنده اما گفت یه راهنمایی میکنم، خیلی نزدیک شدید. پوتین که جواب سوال اولی بود. یه اسم دیگه پوتین چی هست؟ ویلای میر یه همچین چیزی بود. نه منظورم اون پوتین نبود، این پوتین بود. مگه روسیه چند تا پوتین داره؟ اجازه بدید طور دیگه ای سوال کنم. الان پای شما چیه؟ الان خب معلومه دیگه کفش. خوبه، حالا کفش ساق بلند چی میشه؟ دمپایی؟
دمپایی ساق بلنده؟ چکمه. جواب چکمه بود. در فاصله کوتاهی میریم و برمیگردیم دوباره مسابقه رو با خانم خرسند ادامه میدیم. وقتی رادیو موزیک پخش کرد خانم مسافر همش شاکی شد و گفت آقای محترم چرا درست راهنمایی نمی کنید؟ گفتم خانم من دیگه باید چیکار میکردم که نکردم؟ بی دقتی از خود شماست. من که زبون اشاره بلد نیستم. چکمه کجا؟ کفش کجا؟ با خودم گفتم خدا یا به خیر بگذرون، طلبکارم هست. مجری دوباره روی خط اومد و گفت خیلی خوب، باز برمیگردیم خدمت سرکار خانم خرسند. آماده اید برای سوال سوم؟ بله بفرمایید. حرکتی در شطرنج که در آن شاه تهدید می شود. من جلومو نگاه میکردم و حواسمو داده بودم به رانندگی کردنم که خانم مسافر با اشاره دست گفت نگاهش کردم ببینم چی میخواد. دوباره با اشاره دست جوابو میخواست. منم با اشاره انگشت به زمین گفتم همینجا کیش. اونم با آرامی که صدا اون طرف نده گفت میش. با تکون دادن دست مسئله رو پاک کردم، یعنی نه. باز با دهان و لب گفتم کیش. پیش. نه بابا کیش. کیش؟ با سر و دست تایید کردم. آره. این میگه یه حرکت تو شطرنج، شما میگی جزیره کیش. یه حرکت در شطرنج. نمیدونستم چی بگم که مجری گفت خب خانم خرسند یه راهنمایی میکنم، امیدوارم به جواب برسید. اسم یکی از جزایر ایرانی در خلیج فارس هم هست. خانم با هیجان گفت فهمیدم جزیره قشم. من زدم تو سر خودم. خانم وقتی فهمید جواب درستید به مجری گفت ببخشید سوالات خیلی سخته، آسون‌تر بپرسین. چشم، یه سوال آسون. بفرمایید سعدی شیرازی اهل کدوم شهر بود؟ سوال از این آسون‌تر نداریم. حالا یعنی این سوال آسون بود؟ یعنی این رو هم نمیدونید؟ اینو همه میدونن. خانمم برای چندمین بار رو به من کرد و جواب میخواست. منم طبق روال قبل آهسته و بی کلام گفتم شیراز دیگه، شیرزاد. خانم خرسند، شیرزاد که اسم شخصه، یه شهر مهم و تاریخی، شهر حافظ. اصلا اینا رو ول کن، جواب تو خود سوال گفته شده. میشه سوالو دوباره تکرار کنین؟ دقت کنید، سعدی، متوجه شدید؟ بله. سعدی شیرازی اهل کدوم شهر بود؟ من که دیگه کلافه شده بودم سریعا خودکارم رو بیرون آوردم و کف دستم نوشتم شیراز. فهمیدم، شیرازه. مجری نفس عمیقی کشید و گفت خواهش میکنم یک کف مرتب برای خانم خرسند بزنید. آخرین سوال، بفرمایید خواهر برادر شما چی کاری شما میشه؟ خانم همونطور که تکرار میکرد حتما میخواست که جوابو براش بنویسم. خواهر برادر من هرچی دنبال خودکارم گشتم پیدا نکردم، نفهمیدم کجا گذاشتمش. ناچار با همون روش قلب گفتم خواهر. خانمه برگشت گفت خواهر برادر، نه خواهر. خب میشه خواهر دیگه. اون که امروز متوجه نشده بود عصبی شد، میخواست بگه من میگم خواهر برادر، تو میگی خواهر، که وقتی گفت من میگم خواهر، مجری بهش مهلت نداد، بلافاصله گفت آفرین درسته. مسابقه تلفنی ما در همینجا به پایان میرسه. شما برنده 200,000 تومان شدید. مبارک باشه. خدا نگهدار. معلوم بود بعد از قطع ارتباط آقای مجری بیچاره نفس راحتی کشیده و تقاضای یک هفته مرخصی کرده. منم جلوی یک بازار توقف کردم و گفتم خداییش این 200 تومن حق منه، البته من با 100 تومنم راضیم. خانمم خودشو به نشنیدن زد و گفت بازار خوبی که گفتید اینه؟ خیر، این بازار ارزونه، این برای شما بهتره. خانم کرایه‌شو داد و با اخم و تخم پیاده شد و رفت. منم همونطور که نگاهش میکردم با خودم گفتم خیلی دلم میخواست بدونم از کدوم دانشگاه لیسانس گرفته. تو طول مسابقه خنگ بود، حالا که گفتم با 100 تومنم راضیم خنگی از سرش پرید و خودشو به نشنیدن زد. خدا شانس بده، جوابا رو من دادم، پولشو اون گرفت.
نوش جونش. ارادتمند شما محسن بدشانس از جزیره کیش.